من تشکر میکنم از رئیس جلسه. حقیقتش به عنوان یک کسی که چیزی حدود 20 ساله از قبل از به اصطلاح پکن ما NGO هایی رو در کشور فعالیت میکنیم به عنوان زنان در واقع فرهنگی، حقوقدان و خیریه‌ای. تعجب کردم از برخی از مطالبی که برخی از عزیزان مطرح میکردن. در همه کشورها مسائل و مشکلات و به اصطلاح اشکالاتی در قوانین وجود داره، اما اون چیزی که ما به عنوان زنان ایرانی برامون مهم هستش این هست که در کشورمون به راحتی داریم فعالیت‌هایی رو انجام میدیم و در رابطه با مسائلی که نیاز زنان هست داریم تلاش میکنیم. ما خودمون به عنوان یک شبکه بیش از 1000 NGO داریم که عضو NGO های ما اقلیت هایی هستن در کشور، مثل مسیحی ها، کلیمی ها، زرتشتی ها و به اصطلاح اهل تسنن و غیره. از زنانی که به اصطلاح در حدود شاید 100 سال در کشور ما NGO دارن به عنوان خیریه ها، تا گروه هایی که جوان هایی که الان در کنار من هستن و اینها NGO های جوانان رو در کشور دارن و دارن فعالیت میکنن. من اون چی که میخوام مطرح بکنم واقعا تعجب کردم از زهرا بهرامی به عنوان یک قاچاقچی چه کسی میخواد حمایت بکنه. من و شما به عنوان کسانی که خانواده داریم بیاییم در کشور ایران ملاحظه بکنیم، ببینیم که چه تعداد از کودکان زنان ما بی سرپرست هستند و به خاطر اینکه همسرانشون دچار این افیون شدن. من به عنوان زنی که در کشور ایران خیریه‌ای رو دارم و در این خیریه دارم فعالیت میکنم، زنان خود سرپرستی دارم که خانوادهشون دچار این مشکل، همسر وجود داره ولی وجود نداره، پسر وجود داره ولی نداره، چون دچار این افیون شده. ما از کسانی در کشور عذرخواهی میکنم، من یه جمله دیگه بیشتر نمیگم. عزیزمون که مطرح کردن که حتی با قاتلین پدرشون ملاقات داشتن و پیشهای حقوقیشون رو دیدن. نمیدونم این جلسه قصه گویی نبود. شما چطور تونستین ادعای این مطلب رو دارید که قاتلین پدرتون در وزارت اطلاعاتن؟ وزارت اطلاعات رو افرادش رو به قول خود شماها کسی راحت نمیتونه ببینه، ولی شما حتی فیش حقوقی کسی که اضافه کار گرفته که بره پدرتون رو ببینه. اگر زنانی که در این جلسه هستن و آقایانی که در این جلسه هستن، ما با شما همراهیم. بیایید در کشور ایران مبارزه بکنیم. چرا در کشور چرا من فکر میکنم ادب این جلسه، عذرخواهی میکنم، ادب این جلسه نباشه. شخصیت شما عزیزان این نیست. به نظر میرسه شما انسان‌های فرهیخته‌ای هستید و اومدین در اینجا. ما تحمل کردیم صحبت‌های شما رو شنیدیم دوستانه و دوست داریم که صحبت‌های ما رو هم بشنویم. امیدوارم مطالبی که مطرح می‌کنین قانونی باشه، مطالبی که مطرح می‌کنین مستند باشه، نه فیلم‌هایی در اینجا ساخته بشه و به شکل فیلم سینمایی در این کشور بیارید نمایش بدید. واقعیت‌ها رو مطرح بکنید و ما هم کمکتون میکنیم. همونطور که برخی از قوانین رو ما در طول این چند ساله در کشورمون دنبال کردیم، این قوانین رو تغییر دادیم، اما با برخوردهای این چنینی با قصه‌گویی‌ها قطعا نمیتونیم به نتیجه برسیم. تشکر میکنم و عذرخواهی. تموم شده. ممنونم. بله. نیازی باشه که به صحبت‌های خانم اصلا پاسخ داده بشه. نه اصلا پاسخ آقا ما رو دارید اینجا میبینید شما نابینا که نیستید. Stop liars. If it is the case and you are honest, you must allow an international delegation to come
investigate about Miss Bahrawi's case. If it is the case and you are honest, so you must allow this. And if you do not have anything to be covered, okay? And when you talk about women's Stop liar. شما باید Stop liar. هر سو All of them you liar. همینه که شما اصلاح کردید، همینه که 32 سال ازش دفاع میکنید. بس کنید اینجوری. یه سال مطرح کردیم میشه جواب شما Stop liar. Stop liar. Stop liar. آقای پلیس ببینید من از ایشون شکایت پرس. دارم. آقای تربیت I'm press. از من مادام عکس می‌ندازه. I'm press. شما هم به اندازه کافی